با چی آشنا شدیم؟ با تقارن. با چی؟ تقارن. گفتم با یه خط شکل رو به چی تقسیم میکنیم؟ به دو قسمت مساوی. آفرین. خب بچه ها ببینید دست من یه شکل، درسته؟ این یک نیمه از یه شکل که تنها مونده، قصه داره میخوره که اینجا مونده. بیاین با هم بگردیم دنبال نیمش، دوستش رو پیدا کنیم بیاد کنارش. بچه ها به نظر شما این نیمه گم شده من کجاست؟ خب شماهایم بگردین نیمه گم شده خودتون رو پیدا کنین. بگردین پیدا کنین نیمه گم شده من. بیا پیش من. نیمه گم شده من کجاست؟ 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 بودو بچه ها منم نیمه‌مو پیدا کردم. خب همتون ببینم نیمه هاتون رو ببینم. آفرین، نیمه هاتون رو بذارین کنار هم، بگیرین بالا 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 بگیرین. آفرین آفرین. امیر حسین یه نیمه منی دیگه شما. ببینین بچه هممون نیمه هامون رو چیکار کردیم؟ پیدا کردیم.